سلام، احوال شما. ببینین برای اون طرح سنگ من یه مقدار گلماش، یه قهوه‌ای قرمزگونه و یه قهوه‌ای و یه رنگ مشکی و سفید. حالا من اونای دیگر رو نداشتم، من 3 تا رنگ گذاشتم. ببین همینا رو من تیره رو روشن میکنم. فرض مثال چجوری شروع میکنم؟ ببینین اول این زمینه های تیره رو ببینین، یه مقدار اون رنگ قرمزه یا گلماش و یه مقدار اینجاهاش اون قهوه تیرهه. ببین با قلمو میام پخششون میکنم تو کار رقیق، یه حالت رقیق. گاه‌گداری هم اصلا شایدم سفت این کار رو انجام دادم، ولی اینجا من رقیق انجام دادم. ببین یه حال اینجا انداختم، بعضی از جاها رو گذاشتم یه نمه روشن‌تر، سفیدتر. خب از رنگ سفید باز استفاده کردم، از همون رنگایی که تو پالت بوده. مجدد اینجا هم به همین شکل این تمو استفاده کردم، بالا هم بازم همین تمو استفاده کردم. همیشه ببینید بالا پایین باید هم وزن باشه. ببینید اینجا به همون شکله. بعد اومدم با رنگ‌های سفید بعضی از جاها رو مشابه اینو آروم کردم. بعد جاهای تیره رو ببینین پلاستیک روش انداختم، کشیدم. ببین اینجا حتی از کارتون استفاده کردم، کارتون تکه تکه کردم، یه نصف مثل لیسه رو کار کشیدم به حالت رگه. این رگه های زیر رو میبینین، اینا رد کارتونه. پلاستیک هم روش مشمع به اصطلاح روش انداختم، کشیدم، بلندش کردم. ببین این شد مرحله اول کار. خب بعد اومدم اینجاها رو با همون وزن رنگی اومدم با قلمو سفیدتر کردم. خب بعد اومدم اینجاها رو باز یه نمه سفیدتر، اومدم روشنتر کار کردم. بعد ببین این خطوطی که میبینین اینا رو با قلمو من به حالت شمشیری به این شکل ضربه میزنم روی کار، این خطوط به وجود میاد. اینا ببینین از نزدیکتر، یا ببینین این خط و خشا. خب حالا اینا خیلی برده، شما سعی کنین یه ذره نزدیکتر بشه به این رنگه. یا ببین این خطوطا به این روش باعث میشه این فضا و این فضا یه خورده نزدیکتر بشن به هم وزن‌تر. در این حال که تیره است زیر کارمون، بازم میان هم سطحشون میکنن. بعد میشه مراحل بعدش هم اینه که دیگه چی بهتون بگم. ببین مثلا اینجا اومدم مجدد یه خاکستری تو کار استفاده کردم. زیر اون رگه میبینین رگه های تیره است، اومدم این خاکستری رو استفاده کردم، گذاشتم یه ذره یه نمه خشک بشه، بعد روش بنزین پاشیدم که این حفره‌های زیبا رو به وجود میاره. عرضم به خدمت شما. بعد